بینم تا حالا بهت گفته بودم که خیلی محشری. نه آقای دکتر بزنم. خب لابد نیستی که نگفتم دیگه، اگه بودی بهت میگفتم. آخه مخلصتم، چاکرتم، نوکرتم، عکس چرا کارو میکنی؟ چرا عکس آتیش میزنی؟ منظورم عکس مقام عظما، عکس امام، عکس آقا محمود، عکس خاتمی و عکس دیگه. شما فکر نمی‌کنی اینا فردا نیستن؟ شما هیچ یادگاری ازشون نداری؟ امروز که جز شور جوانی به سرم نیست، عکسم تو نگه دار که فردا اثرم نیست. نازنین پست رفتم سر چهارراه، دیدم اوضاع خیلی بلبشوه، همه چی به هم ریخته. حاج آقا رفسنجانی پریده رو کول مقام عظما، میگه ایشون نمیتونه مقام عظما باشه. اون یکی حسن قشقاوی یک صحبتایی میکنه که اصلا تو قوطی هیچ عطاری در نمیاد، اصلا نظام ما وارد این صحبت ها نباید بشه. اون بر نگاه میکنه میبینی کشورهای همسایه و کوچیک خلیج، کویت و امارات میگن، یکی دیپلمات اخراج میکنه، یکی نماینده مقام عظما اخراج میکنه، یکی میره قرارداد موشکی میبنده. نگاه میکنی به قسمت شمال، آذربایجان 32 کارتون از کتابای امامو توقیف میکنه. اون ور نگاه میکنی مجمع عمومی میاد قطعنامه میده. اون ور اسم اون دادگاه رو نمیخوام ببرم، میاد اون حکم میده. وای از همه بدتر توی این عراق چه خاکی به سر اون شد. من خودم فکر نمی کنم با این همه بدبختی که سر نظام گرفته هیچ کس حتی طبیب استراتژیکی نظام بتونه این درده رو درمون کنه. سکونا کسی نه بذار کنار باز تو ترمز برون دیر زدی به در دیوار، چی نتونه درد درمون کنه. تو مثل که اصلا چشمات استراتژیکی تاکتیکی نمیبینه. آره دکتر بزنباده، من منظورم شما نبودی. شما واقعا اقیانوس پرتلاطم تاکتیک و استراتژیک هستید. آفرین. شما کهکشان علم و حلم هستید. ولی کلا به شما بالواقع راننده ای هستین که 18 چرخ و تو جاده های پرپیچ و خم هراس شب تاریک، بله شب تاریک پر از میلگر دندقه تو تاریکی میبره بالا، دستی رو میکشه سویچ رو تحویل میده. شما همون کسی هستین که 150 کیلو دوزک بدون دوپینگ میزنین، هر کی هم میخواد بیاد آزمایش بکنه، رو کورنر خودتون هد میزنین، رو گل میکنین. هر کسی که نمیتونه چنین کاری کنه. من منظورم شما نبوده. آفرین بر تو. خیلی شنیده بودم که پیدا کردن یه دوست خوبه همچین مرسی هیکل کار خیلی مشکلیه، اما درست حسابی نمیفهمیدم، تو این کله نمیرفت تا اینکه تو رو دیدم. خیلی ممنون تو رو دیدم چه بدبختی کشیدی تا این دوست رو پیدا بکنی. فهمیدم که چقدر کار سختیه. یک نامه داریم از یک بسیجی دلسوخته که نوشتن این حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه هر دفعه که میاد توی این صحبتایی که با خبرنگارا انجام میده بند نظام آب میده، میاد یک صحبتایی میکنه که اصلا اگر دست مقام عظما باشه لام تکام راجع به این چیزا صحبتی نمیکنه. بحث مربوط به انگلیس و دیگه نمیخواد تا بگیری. بله بحث انگلیس رو دادگاه میکنه. بله منظورم بعدش هم میخوای اون دادگاه بروکسل رو، بعدش هم داستان لوکزامبورگ. خواهش میکنم آقای دکتر بزنبادر، این بسیجی دلسوخته گفتم که آقای دکتر بزنبادر شما یک چیزی به ایشون نمیگی که یه خورده زیپ دهنشون رو بکشن؟ نه خیر، به خاطر اینکه ایشون شعور این چیزا رو ندارن. از اون کلید خورده چی هست آقای دکتر؟ تو کلاس استراتژیکی وقتی که این حسن قشقاوی میمد تو کلاس هیچ وقت پای تخته رو نگاه نمیکرد. میدیدم که گردنش به اون طرف همینجوری انگار مونده و داره پنجره رو نگاه میکنه. یه بار بهش گفتم حسن قش یه خود پای تخته نگاه کن، یه چیز یاد بگیر، از این پپگی بیا بیرون. گفت دست خودم نیست، داشتم با کلید گوشم رو تمیز میکردم، گردنم قفل شد، همینجوری مونده بود. همینجوری هست تو کنفرانساش که نگاه بکنی.
سب کن قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسی یه مدت خبر از ممن نیست. مصطفی محمد نجار رو میگم چیه زنده است یا مرده؟ آیه دکتر بزنبادر ایشون وقتی خبری ازشون بود مگه شما چه گلی به سرشون دادید؟ به قول معروف ابویتون گفتن به مگس چرا زمستونا پیدات نیست؟ گفت که مگه تابستونا که پیدام هست چه خدمتی بهم کردین و چه تاجی به سرم زدین؟ راست بگی من بیشتر برای خالی نبودن عریضه، برای اینکه بالاخره یه حرفی راجع به این مشنگ زده باشم احوالشو پرسیدم. نکات همونه که رفت دیدن یکی میخواست در صحبت باز کنه نمیدونست چی بگه. گفتش که ببخشید این پدرتون که فوت کرده دیگه یه مدتی خبری ازشون نیست، هنوز تو همون قبرستونن. روشن شد یا یه قبرستونی با هم بریم. آیه دکتر بزنبادر این بحث محمد نجار و غیر ذالک رو بذارین کنار. الان یک مسئله غامض گریبان نظام رو گرفته. باش یه مسئله غامض گریبان بله چندین مسئله هست. مهمترینش الان بحث حاج آقا رفسنجانی در مورد ولایت فقیه هست. ایشون گفتن که ولایت فقیه باید تخصصی باشه. ایشون گفتن که مقام عظما نمیتونه مقام عظما باشه. من احساس کردم که 4 ستون ولایت به لرزه در اومده و مقام عظما همین الان دارن از بین میرن. آی دکتر بزنبادر شما نظرتون در مورد این بحثی که حاج آقا رفسنجانی کرده نظر من چیه؟ حاج آقا رفسنجانی غلط کرده این بحث کرده، اینجوری حرف بزنه برای مقام عظما. مقام عظما حالا دیگه کم کم علم و پلم و اینا رو کردش گرفته بود، بعد بحث فقه هم کرد تخصصی که ایشون دیگه اونم نمیتونه. پس چی دیگه براش مون؟ فقط باید موقع ورود و خروج پای راست و چپ مشخص بکنه. خجالت هم خوب چیزیه. از کی تا اینو کشف کرد که علم پیشرفت کرده؟ چرا موقع امام جرأت نمی‌کرد این حرفا بزنه؟ حالا که پشم و پیری مقام عظما ریخته این حرفا میزنه. خجالت خوب چیزیه. خیلی 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 خوشحالم که بالاخره شما از مقام عظما دفاع کردین. خیلی کار بجا و پسندیده ای. مقام عظما کجاست؟ قوم برام تو چرا اینقدر پرت از مرحله شدی؟ اون که داره امروز اینجوری میگه که یه نفر نمیتونه همه چیزو بدونه، فردا اگه برگشت کنم یه دکتر استراتژیکی نمیتونه همه چیز استراتژیکی بدونه، کی میخواد جواب بده؟ بعدش کی میخواد بیاد اینجا میخواد 10 نفر ردیف کنی به جای مهمون بشین اینجا، به جای که یه دکتر استراتژیکی همچین درسی هیکل جواب دوست میدش. فهمیدم آقای دکتر بزنبادر شما خون خودتون رو کثیف نکنین. بگذاریم از این بحث. حاج آقا رفسنجانی نمیدونستم شما رو اینجوری عصبانی میکنه، وگرنه تو سرش بخوره اصلا من سوالشو مطرح نمیکردم. آیا دکتر بزنبادر منومیم گفته که من میخوام به ونزوئلا چم و خم دیپلماسی اتمی و دیپلماسی بین‌المللی یاد بدیم که این ونزوئلا بتونه گلیم خودشو توی روابط بین‌الملل از آب بکشه. منومیم؟ من چرا متکی؟ بله تو اول گلیم خودت از آب بکش بیرون، نمیخوای به بقیه یاد بدی. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یه مشنگی تو صف نونوایی وایساده بود. نونوایی اومد بهش گفتش که تا اینجا که تو هستی بیشتر نون نمیرسه، کسی پشتت وای نسته. این مشنگ اینا نفهمید. هر کی میومد میگفتش که اگه میخوای نون برسه برو جلوی بر، این پشت وای نستا. آخه ناکس تو خودت هنوز تو هیچ اجلاسی راه نمیدن، حالا میخوای چم و خم به بقیه یاد بدی؟ اعصاب آدمو خورد میکنه خاک شیر. من یک سوالی دارم که سوال خودم هست و تو هیچ نامه ای و هیچ ایمیل این نیومده. سوالم اینه که الان که چند ماه مونده به انتخابات، این مقامات نظام ما مثل سگ و گربه دارن پاچه همدیگه رو میگیرن و این همه دعوا توشون هست. میخوام که شما یک نصیحتی بکنین برای واقعا حفظ این استوانه و عمود خیمه نظام، برای حفظ مقام عظما. فی‌الواقع مقام عظما اینطوری اینا دارن تحلیل میبرن و از بین میبرن. شما چیزی نمیخوان به این مسئولین و مقامات نظام بگین که اینطوری نکنن و اینطوری خون به دل مقام عظما نکنن؟ بشین کنار دست تا یه دفاع جانانه از مقام عظما بکنم و تو یاد بگیری. آیا دکتر بزنبادر لطفاً حواستون جمع باشه، ضایع نکنین ایشونو. ما از این چیز فقط همین یکی رو داریم. خب باشه، میخوام به همه مسئولین نظام بگم نامردا، خجالت نمیکشی؟ اینجوری با هم دیگه اینو سگ و گربه دعوا میکنی؟ حساب مقام عظما رو نمیکنی؟ خجالت نمیکشی که این برگ خزون میریزین و ریزش میکنین و ایشونو تنها میذاری؟
دلتون نمیسوزه برای این بدبخت بیچاره فلک زده که با اون وضعیت فلاکت فلک و هلک خودشو کشون برد تا توی دانشگاه تو اون سالن متروکه، بعد ادای مریض در بیاورد اوهو میکرد. بین هر اوهویی که میگفت تا اوهوی بعدی یک فرصت زیادی بود که من فکر میکردم این بکسوری که ناکدان شده این بالاخره بلند میشه یا نه. آیا دکتر بزن بهادر خواهش میکنم ایشون اگه ناکدان شده بود چون الان ناکاوتش کردم. من ناکاوتش کردم یا اونی که وایساد توروش گفت سید علی پیدوشه؟ من ناکاوتش کردم یا اونی که عکس امامو جلو واجر کرد که 2 سال من ناکاوتش کردم